سلام بچه، امیدوارم کارتون خوب باشه. من شهاب هستم. به کانال خودتون خوش اومدید بچه. همینطوری که از تامنیل ویدیو متوجه شدید بچه، ما امروز اومدیم که رویداد جدید رو با هم دیگه توضیح بدیم. و اینکه بچه رویداد جدید اینطوریه که ما بریم اتک بزنیم. توی اتک هر چند ستاره که به دست آوردیم میاد به اینجا اضافه میشه. فقط نیاز داریم به 15 تا ستاره. حالا من یه اتک زده بودم، یه ستاره گرفته بودم. حالا بریم با هم دیگه یه اتک ریز بزنیم و برگردیم. بچه من همین الان یه اتک زدم. خودتون دیدید بچه، ستاره من یه دونه بود. الان یه اتک 3 استار زدم، ستاره شد 4 تا. و این نیاز داره که ما بچه اتک بزنیم. هر مقدار ستاری که از اتک دریافت بکنیم به اینجا اضافه میشه که اون مقدار ستاری که ما از اتکامون دریافت میکنیم 3 تا هستش. و اینکه بچه یه چیزو نمیدونم توی این مپ جواب میده یا نه با اتکای این مپ، اینا نمیدونم بچه، ولی نیاز داره که ما بریم اتک بزنیم، ستاره دریافت بکنیم و ستاره به اینجا اضافه میشه. بعد ما میتونیم جوایز رو دریافت بکنیم. جوایز خب بچه، جوایزش 400 تا HP واسه لولمون است، 10 تا جم و 2 تا مجون کارگر بهمون میده که سریعتر کارگرامون کار بکنن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال من سابسکرایب کنید که از ویدیو بعدی جا نمونید. عشق منید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.